با مقصد سنجیدن ملکه مهارت ورزشکاران همساله مربیان فدراسیون کاراته دو جوندوکن تاجیکستان دست پروران خود را از سنجش گذرانیده بهترین ها را برای گرفتن کمربندهای رنگ معین می‌نمایند. امتحان سپاری امساله کاراته چون این نوبت در تالار ورزشی کاراته ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان برگزار شد. مربیان ملکه بیش از 100 نفر ورزشکار را سنجیده از بین آنها بهترین ها را معین نمودند. برگزاری چنین سنجش و امتحانگیری ورزشکاران را وادار میکند که برای آماده شدن به امتحان بسیارتر مشق و تمرین نمایند و ملکه مهارت خود را صیقل دهند. ما امروز نورسان و جوانان بسیار خرسندیم که در جمهوری تاجیکستان بسیار ورزش رشد یافته ایستاده است. امروز در تالارهای ورزشی ما کودکان و نورسان آمده مشق و تمرین میکنند. آنها هم سلامتی خود را برقرار میکنند و هم به مسابقه های سطح جهانی آماده میشوند. در این چاره‌بینی سنجشی همچنین والدان ورزشکاران اشتراک نموده با ملکه مهارت آموخته فرزندانشان شناس میشوند. مقصد ما در این ملکه مهارت ورزشکاران را در این امتحان سنجیدن است. از بین اینها بهترین ها را ما معین کرده برای مسابقه های سطح جهانی بین المللی آماده می‌نماییم. مورد به ذکر است که عین زمان در مقیاس ولایت سوخت بیش از 500 نفر دستپروران فدراسیون کاراته دو جوندوکن در نمود کاراته مشق و تمرین می‌نمایند. سال جاری دستپروران فدراسیون مذکور در بیش از 20 مسابقه بین المللی اشتراک نموده صاحب مقام‌های فخری گردیدند. چند پیش کاراته‌چیان فدراسیون مذکور در مسابقه بین المللی که در ولایت اوش جمهوری کرگزستان برگزار شد اشتراک نموده صاحب 2 مدال نقره و 5 مدال برنجی شدند. همچنین دستپروران این فدراسیون از چمپیونات تاجیکستان که در ناحیه ورزا برگزار شد با مدال‌های طلای نقره برگشتند. وقتی که ما در مسابقه بین‌المللی اشتراک می‌کنیم ورزشکاران و مربیان ما از بسیار قاعده قانون‌های نوی جهانی باخبر میشن. تجربه ورزشکاران بلند می شود، کمبودی خود را می فهمند، رفیقان نو پیدا می کنند، بسیار باز ملکه های مهارت خود را بالا می بردارند. از این رو ما کوشش می کنیم این بعد نورسان و جوانان را تیار کرده به مسابقه های بین المللی سفربر نماییم. همه این دستاورد ورزشکاران کشور نتیجه توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به ورزش و دستگیری ورزشکاران میباشد که آنها امکانیت دارند در شرایط مساعد مشق و تمرین کرده هم سلامتی خود را خوب نمایند و هم پرچم کشور عزیزمان را در عرصه جهانی بالا بردارند.